ویدیو برای خانم هایی هست که در دوران عادت ماهیانشون درد و خونریزی خیلی شدیدی دارن. خانم هایی که در دوران پریودشون درد خیلی زیاد و خونریزی شدیدی دارن و حالا از قبل به پزشکشون مراجعه کردن، با انجام یک سری از آزمایشات و بررسی ها متوجه شدن که بیماری خاصی ندارن، میخوام بهشون یک راه حل پیشنهاد بدم. در ابتدا هر خانومی باید تاریخ پریودش رو یادداشت بکنه یا از اپلیکیشن هایی که در این زمینه طراحی شدن کمک بگیره که اون اپلیکیشن رو شما تاریخ اولین پریودتون رو به اون اپلیکیشن میدین و بر اساس سیکلتون برای ماه بعدی به شما یادآوری میکنه. تحقیقات مختلفی هست که نشون داده مصرف ویتامین ای یا کپسول هایی که حاوی روغن گل مغربی هستن قبل از دوره پریودی شما سندرم پیشقاعدگی یا همون PMS و درد قبل از دوران پریود شما رو به حداقل میرسونه. پیشنهاد میشه که 5 روز قبل از شروع دوره پریودتون تا روز دوم دوره قاعدگیتون یک عدد کپسول دوز 200 ویتامین ای و همچنین کپسول هایی که حاوی روغن گل مغربی هستن رو استفاده بکنید. و همچنین برای کاهش دردتون بهتون پیشنهاد میکنم که زمانی که درد شما حالا روزهای اول یا دومتون خیلی زیاد هست، کپسول مفنومیک اسید رو استفاده بکنید و این مصرف این کپسول رو 2 تا 3 روز ادامه بدید. بهتره که دوز اول مفنومیک اسید رو 500 شروع بکنید و بعد از اون هر 6 ساعت یک بار مفنومیک اسید رو با دوز 250 ادامه بدید.